20 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم، افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون و صحبت با اهل زحمت با سفر کاری به ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آوردند. سفر کاری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با افتتاح بینای ریاست مالیه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز یافت. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای ریاست مالیه در ناحیه علاوه به نقشه چهاربینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اصول معاصر معماری با مبلغ‌گذاری وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و جوابگو به طلبات معاصر بنیاد گردید. مساحت عمومی بنا 749 متر مربع را تشکیل داده، آن از 3 آشیانه و 12 حجره کاری، تالار کلان و خرد مجلس عبارت می باشد. در انشاءات نو برای فعالیت با ثمر 30 کارمند ساحه مالیه ناحیه شرایط کاری مهیا گردیده است. بینایی که تا این دوره بود ساختمان سال 1953 از خشت خام بینای فرسوده بود، عموما با طلبات زمان جوابگو نبود. شکرانه استقلالیت که امروز ما با چنین بینا رسیدیم. در حقیقت با بنیاد چنین بینای زمانوی، تجهیزات های زمانوی، کامپیوتر کنونی برای جوانان امروزه کار آسان بوده، فعالیت خدمت رسانی هم به مردم بخواهد شد. ساحه مالیه جمهوری تاجیکستان با شرافت صاحب استقلالی پیشرفته گردیده، سال تا سال بودجه دولتی افزایش یافته ایستاده است. باعث خرسندی ما کارمندان ریاست وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه است امروز که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی زمانوی ریاست وزارت مالیه در ناحیه میر سعید علی حمدانی با تمام تجهیزات‌های زمانوی شده و استفاده داده شد. از این رو از نام تمام کارمندان ریاست وزارت مالیه در ناحیه میر سعید علی حمدانی و پیشوای معظم ملت برای توجه و غمخوری‌شان نسبت کارمندان ساحه اظهار سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. اثنای شناسایی با شرایط و امکانات کاری در بینای نوی ریاست مالیه ناحیه، سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده کارمندان را برای تطبیق با ثمر طلبات مالیوی مقصدناک استفاده بردن مبلغ‌های بودجتی، راه‌اندازی دقیق و درست حسابات مالیوی و آموزش نظام معاصر مالیوی و استفاده نمودند. ساختمان بنا از ماه اپریل سال 2024 از طرف کارگران جمعیت دارای مسئولیت محدود عمران سرمایه آغاز یافته بود. در اطراف بنا کارهای آبادانی انجام داده شده، گل و بوته و درختان همیشه سبز و آرایشی آن را زینت بخشیده است. راهروهای نزد بنا سفالک پوش کرده شده است. نمای بیرونی بنا و قامت افراختن آن به حسن مرکز ناحیه زیبایی تازه زم کرده است.